این ویدیو برای کسایی که سال تحصیلیشون شروع شده و میخوان برگردن به همون روتین درس خوندن قبلیشون، همونجوری پروداکتیو درس بخونن ولی نمیدونن چه جوری. دقیقاً مثل من یه هفته پیش. ولی من توی این مدت یه سری کارا یاد گرفتم که بتونم خودم رو زودتر به اون روتین درس خوندن برگردونم و اصطلاحاً استادی ریست داشته باشم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. اگر تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین که حدوداً چند ثانیه بیشتر ازش نگذشته، حتما لایک و سابسکرایب کنین. لایک و سابسکرایب در هر صورت باید بکنین بچه‌ها، لطفاً. من چون هر سال وقتی که سال تحصیلی شروع میشه، اوایلش کلی گیجم که خب حالا من چه جوری شروع کنم به درس خوندن. کلا درس خوندن یادم رفته. خیلی گیجم و از همون درسایی که اول داده میشه عقب میمونم و این باعث میشه که کلا توی طول سال دیگه عقب بمونم و اونجوری که میخوام خیلی نترکونم توی اون سال توی درسام. همش برمیگره به همون نقطه شروع بچه‌ها. حالا تصمیم گرفتم توی این ویدیو هممون با هم اون نقطه شروع رو اصلاح کنیم و بریم برای سال تحصیلی عالی. تا آخر ویدیو رو حتما نگاه کنید بچه‌ها، چون که همه راه حل‌ها رو میخوام تا آخر ویدیو بهتون بگم. ساعت 7 پاشیم بریم بیمارستان که دیر شد. شهرزاد همیشه. خب بچه‌ها، امروز شنبه است و 2 روز از اون روزی که من ولاگو شروع کردم میگذره. توی این مدت من یکم نامنظم داشتم درس میخوندم کلا، به خاطر اینکه هنوز به اون روتینه برنگشته مغزم و امروز تصمیم گرفتم بیام سالن مطالعه که دیگه چون میدونی سالن مطالعه محیطش یه جوریه که تو نمیتونی دیسترکت بشی، خیلی حواست پرت بشه فلان اینا و خیلی برای شروع بهت کمک میکنه که به اون روتین درس خوندنت برگردی و حتی مثلا تایم های استراحت تو اینا چون همه میبینی دارن درس میخونن، کلا محیطش یه جوریه که حس و حال درس خوندن میده، وایب درس خوندن میده، تو نمیری گوشی رو برداری موقع استراحتات اسکرول کنی. من موقع درس خوندن گوشی رو میذارم کنار، اگه سوالی هم برام پیش اومد حالا بعداً سرچ میکنم، به خاطر اینکه اون گوشی دستم گرفتن و فلان اینا خیلی حواسمو پرت میکنه و ترجیح میدم همه سوالامو همون آخر توی گوشی سرچ کنم. برای تایم های استراحتم سعی میکنم حالا مثلا یه قهوه‌ای بخورم، چایی بخورم، خیلی بهتر از اینه که گوشی رو واسم اسکرول کنم و بعدش یهو بی‌انگیزه بشم. تو وقتی پشت میزت گوشی رو دستت میگیری، مغزت دیگه برای تایم بعدی اون حس و حال درس خوندن رو پشت میز بهت نمیده، مثل وقتی که تو توی تخت خواب میری درس بخونی و بعد 5 دقیقه خوابت میبره. امروز سه‌شنبه است و من بیمارستان نرفتم امروز. خب کاری هم نداشتیم، فقط مورنینگ داشتیم که همونم گفتم نرم، به خاطر اینکه یه کلاس کوچیک داریم ما اونجا، یه عالمه آدم توی همون کلاس کوچیک جمع میشیم و اونی که داره ارائه میکنه سر کلاسه و اصلا صدا به ته کلاس نمیرسه. خب اون ردیفای اول رو هم معمولا اینترنا و رزیدنت ها پر میکنن و دیگه به آخر که میرسه ما استاژرها بعد بشین و هیچ صدایی نمیشنویم و عملا 1 ساعت عذاب مورنینگی که داریم. برای همین تصمیم گرفتم که امروز خودمو عذاب ندم، غیبت کردم و یه جور دیگه خودمو عذاب دادم و نشستم درس خوندم. خیلی کم درس خوندم، متأسفانه نتونستم زیاد درس بخونم. من همچنان روی اون قضیه برگشت به روتینه موندم، یعنی هنوز کامل نتونستم، ولی خب خیلی احساس میکنم پیشرفت کردم. حداقلش اینه که الان طرز تفکرم رو اصلاح کردم و میدونم که اوکی باید درس بخونم، خیلی هم باید درس بخونم. همین رو به عنوان یه قدم بزرگ میدونم، چون قبل از این، یعنی قبل از شروع استاژری 2، من کلا یکم کمتر خودم با درس درگیر میکردم، بیشتر روی همین یوتیوبم وقت میذاشتم. ولی امسال کلا نظرم باز عوض شده، میخوام برگردم سفت و سخت بچسبم درسمو بخونم، چون پره داریم دیگه، ما شهریور پره داریم و نمیخوام که یه اینترن بی سواد بشم. تمام سعیمو دارم میکنم که خوب درسامو بخونم، یاد بگیرم دیگه. بعدش تو اینترنی آخه چیزی نمیتونیم یاد بگیریم، بیشتر باید کار کنیم، یعنی بیشتر باید در واقع حمالی کنیم. هر چیزی الان بخونیم اونجا به دردمون میخوره. حالا میخوام یکم در مورد برگشتن به روتین و اینا بیشتر بهتون نکته بگم. من مثلا یه اشتباهی که میکردم این بودش که از اول تا آخر ترم من اصلا هیچ وقت برنامه کلاسامو نمینوشتم، اینکه مثلا خب چه روزی چه کلاسی داریم فلان اینا، و بهتون توصیه میکنم که این کار حتما بکنین. از همون روز اول، از همون شروع سال تحصیلیتون حتما توی برگه تقویم هر چیزی برنامه کلاساتون رو کامل یادداشت کنین. آقا مثلا من یک شنبه اینو دارم، این ساعت تعطیل میشم، این ساعت کلاسم شروع میشه. این باعث میشه که
هم کلاساتون رو از دست ندین، همین که برای شب قبلش پیشخوانی داشته باشین حتما. حالا من خیلی نمیتونم اینجا بهتون توصیه به پیشخوانی کنم، بخاطر اینکه خودم خیلی سعی کردم پیشخوانی رو انجام بدم، ولی خب تو این مدت تک و توک تونستم، اصلا حالشو نداشتم که بشینم پیشخوانی کنم. ولی باز هم شما باید بدونید که مثلا آقا فردا داری میری سر کلاس، چه کلاسی قراره تشکیل بشه، و وقتی که تایم تموم شدن اون کلاس تو بدونی میتونی برای ادامه روز برنامه داشته باشی. خلاصه اینکه همینطوری بخوای شروع کنی سوال همینطوری فقط از مثلا دوستای بشنوی که اوکی بچا امروز برنامه چیه، امروز چه کلاسایی داریم فلان اینا، این باعث نمیشه که تو خیلی بتونی گلو آپ کنی و بدرخشی اون سال. میدونی کل پوینت این ویدیو اینه که من بتونم تو رو متوجه کنم که تو باید خفن ترین باشی توی درس خوندن. و اصلا ببین خجالت نکش از اینکه خرخون باشی، خیلی نرد بودن خیلی خوبه، اینکه تو همه چیزو بلد باشی، نمرهات همه بالا باشه، خیلی حس خوبی بهت میده. و از اون طرف کار با جامعه ندارم، اینکه جامعه چی رو دوست داره یا جامعه چی رو دوست نداره. خب اگر خودت قلبا دوست داری که اون آدم باشی ولی از جامعه، از مثلا دوستات میترسی که قضاوتت کنن بابت خرخون بودنت، اصلا اهمیت نده. من اینجا بهتون میگم که بهترین کاری که میتونی برای زندگیت بکنی اینه که آدم خرخونی باشی، خیلی خرخون. آره خلاصه پس یکی این که تقویم درسی تو همیشه باید داشته باشی. یه مورد دیگه هم که خیلی به من آسیب زد توی این مدت تحصیلم این بودش که من از همون اول یه کتابی جلوم نبود. یعنی مثلا میدونی استاد درس میداد، من همینجوری به استاد نگاه میکردم، نه چیزی یادداشت میکردم نه میرفتم خونه مطالعه کنم اون مبحث و شبش. بعد همش تلمبار میشد روی هم دیگه، میافتاد شب امتحان. خب شب امتحان آدم چیزی یاد نمیگیره، فقط در حد پاس شدن، اونم تازه خیلی وقتا هم آدم ممکنه پاس نشه و بیفته اون امتحانو. بعد برگشتم نگاه کردم گفتم که خب چرا این اتفاق میفته هر سال هر دفعه. فهمیدم که اوکی من هر دفعه که استاد شروع میکنه به تدریس من اون رفرنس ها رو ندارم، اون جزوه‌ای که استاد درس میده، کتابی که باید بخونیم اونا رو ندارم. برای همین دانشگاهی که تموم شه میام خونه میشینم تو گوشی اسکرول میکنم، بعد هی میگم خب الان چیکار کنم نمیدونم باید چیکار کنم چون اون کتابه رو ندارم. شما باید از همون روز اول دوم اون کتاب رو تهیه کنید، اگه جزوه است جزوه رو تهیه کنید و سر کلاس ها همراه با استاد خط ببرین. شبم که اومدین خونه همون مبحث رو مطالعه کنید. این که میگم همون شب خیلی تاثیر داره بچه، واقعا توی یادگیریتون به طرز معجزه آسایی تاثیر داره. چون تو مثلا یک سوالی توی ذهنت پیش میاد سر کلاس، بعد شب میری توی کتاب جوابشو پیدا میکنی. حالا مثلا من یه کاری که خیلی برام جواب بود این بودش که کیس هایی که اون روز دیدم و مثلا مریض فشار خون دیدم رفتم پرکلامسی خوندم برای بارداری. یعنی میخوام از تاثیر اون مطالعه کردنه بهت بگم این مطلب دیگه کامل میره میشینه توی ذهنت. بعد یه چیزی که هست، من هر سال برام هزینه مثلا این کتاب و کتاب خریدن و جزوه و اینا خیلی زیاد بود. همین کتابا اینا خیلی گرونن، کتاب برای من گرونن و برای اینکه گرون بودن من نمیرفتم این کتابا رو بخرم. بعد میومدم توی گوشی میخوندم درسا رو و اصلا توی گوشی تمرکز نداشتم. هی باعث میشد مثلا 5 دقیقه بخونم، باور کنید بیشتر از 5 دقیقه نمیشد. 5 دقیقه میخوندم بعدش میرفتم تو اینستا. 5 دقیقه میخوندم، اصلا تمرکزم نداشتم توی اون گوشی. چون دقیقاً مثل همون بحث اینه که توی تخت نباید درس بخونی دیگه. خب گوشی به نظرم مال درس خوندن نیست، آدم اصلا تمرکز نداره. من حداقل تمرکز نداشتم، بعد امتحانامو خراب میکردم دیگه. از اینجا به بعد تصمیم گرفتم جزوه رو پرینت بگیرم، ولی خب بازم همون پرینت جزوه‌ام دوست نداشتم. میدونی جزوه رنگی نبود و اعصابمو خورد میکرد. یهو به ذهنم اومد اوکی ما کتابخونه داریم و توی کتابخونه همه کتابا رو میدن و من میتونم برم از کتابخونه بردارم کتابا رو. و میدونم که خیلی از شما مدرسه‌تون یا دانشگاهتون کتابخونه داره، میتونین برین از کتابا استفاده کنین و بعدش هم که دیگه استفادهتون تموم شد بذارید سر جاش. اینجوری به محیط زیستم با پرینت کاغذ آسیب نمیزنید. چون من کلی الان جزوه دارم که فقط مثلا همون 10 روز امتحان اونا رو استفاده کردم و گذاشتمشون توی کارتون، مثلا انقدر شده الان و نمیدونم باهاشون چیکار کنم. جزوه هام هر سال تقریبا عوض میشن و نمیتونم بدم به کسی، یعنی عملاً یک اسراف زیاد در تعداد کاغذه. یکی دیگه از مشکلاتی که احتمالاً شما هم دارین، من که قطعاً دارم، اینه که تمرکز ندارم موقع درس خوندن. به خاطر چی؟ به خاطر استفاده زیاد از گوشی. و این یه هفته من خیلی اومدم اینو کنترلش کردم، خیلی زیاد بچه‌ها. و استفاده روزانم از گوشی در طول روز مثلا شده نیم ساعت در حد اسکرول کردن، ولی خب کارهای دیگه مثل ادیت و اینا من انجام میدم با گوشی، اون تایمش بیشتره، ولی اسکرول کردن به نیم ساعت کاهش
افزایش پیدا کرده و من بهتون توصیه میکنم حتی اگر اعتیاد دارین به گوشی و میخواین که کمتر بشه اعتیادتون، به جای اسکرول کردن یه سریالی ببینین توی گوشی، فیلم ببینین. با اسکرول کردن اون مدت زمانی که ذهنتون رو میتونین متمرکز نگه دارین روی یه چیزی خیلی کم میشه. حداقل با فیلم دیدن میتونین اون اسپن تمرکزتون رو ببرین بالاتر. هرچند که انقدر مثلا من خودم انقدر این اسکرول کردنه به تمرکزم گند زده که دیگه یه دونه فیلم و یه دونه سریال رو نمیتونم بدون اینکه وسطش یه بار مثلا بیام بیرون از فیلم برم اسکرول کنم نمیتونم تمامش کنم. خیلی بد اوضاعیه بچه‌ها. حالا اگر دوست داشتین توی کامنت ها برام بنویسین گوشی که یه ویدیو کاملا جدا در مورد اینکه چجوری اعتیاد به گوشی رو کمترش کنیم براتون صحبت کنم. من یه راهکار دیگه هم که حالا توی همین ویدیو بگم، یه کار دیگه هم که توی این هفته کردم، اومدم کتاب خوندم. الان دو تا از کتابایی که دارم میخونم بهتون نشون میدم. این کتاب و این کتاب میذارمشون اینجا چون میکروفون دستمه. این کتابو من تازه دیشب شروع کردم به خاطر اینکه کتاب جزء از کل که حدوداً یه هفته میشه دارم میخونمش خیلی داره ناراحتم میکنه و یک حس دارکی داره بهم میده. ناراحتم میکنه. نمیدونم تا حالا باعث شده یه کتاب کلا حالتون رو بگیره و اینا، ولی این کتابه داره من همچین حسی میده چون خیلی اتفاقات بدی توش میفته. اعصابم خورد میشه، خیلی ناراحت میشم. برای همین گفتم حالا یه کتاب با یه حس و حال دیگر رو هم شروع کنم که خیلی مودم خراب نشه. وقتی که مثلا میخوام استراحت کنم، حوصله درس خوندن ندارم و اینا، به خودم میگم اوکی اشکال نداره، نیازی نیست به خودت فشار بیاری، ولی حق نداری بری اسکرول کنی، حق نداری بری توی یوتیوب، حق نداری بری توی اینستا. به جاش بیا کتاب بخون. خیلی راه حل خوبیه، به خاطر اینکه من نیم ساعت 40 دقیقه کتاب میخونم، خسته میشم و حالا میرم دوباره سراغ درسم. امروزم میخواستم ساعت 5 صبح بیدار شم درس بخونم، ولی داشتم یه خواب بد میدیدم و اصلا اون خواب بده باعث شده بود خستگی توی تنم بمونه. آلارم خاموش کردم، گرفتم خوابیدم. ولی فردا حتما 5 صبح بیدار میشم. بعد دیگه نمیخوام تا آخر شب بخوابم که ساعت 9 و 10 بگیرم بخوابم. فردا ساعت 5 صبح یا 4 و نیم 5 بیدار شم. اینم خیلی تاثیر خوبی داره. 4 5 صبح بیدار شدن و درس خوندن خیلی مودتو میبره بالا. احساس میکنی یک آدم خیلی مفیدی. الان میخوام یکم دیگه درس بخونم، بعدش برم باشگاه و امیدوارم بعد باشگاه دوباره بتونم درس بخونم، چون معمولا بعد باشگاه خیلی خستم. بچه‌ها من امروز 4 صبح که بیدار نشدم هیچی. سر کلاسم زیر رفتن، نیست خواب موندم. بعد جا برای نشستنم نبود. الان اومدم یه قهوه بگیرم و برم خونه درس بخونم. چقدر آسمون قشنگه. مرسی. خسته نباشید. بچه‌ها گوگلیا برام اسمم روش نوشتن. باحال و بامزه. من تا اومدم سری پریدم توی حموم به خاطر اینکه امشب مهمونی هالووینه. خب میدونم قرار بود درس بخونم، خب ولی نکته‌ای که هست امشب ما مهمونی دوستم یعنی مهمونی هالووین گرفته و برای اولین بار قراره توی مهمونی هالووین برم. میتونم با همین قیافه و همین لباسا برم چون که به نظرم خیلی ترسناکم الان. برای اونم ولاگ جدا میخوام بگیرم و بهتون نمیگم که میخوام تبدیل به چی بشم. توی ولاگ بعدی، ولاگ هفته بعد منو دارین که تبدیل به یه چیز دیگه شدم. دارم چرت و پرت میگم. خلاصه گفتم سری بیام اینجا کارامو انجام بدم، یک کم درس بخونم. این قهوه‌ای هم که خوردم اینجوریم کرد قشنگ منو. استادی ریستمون تموم شد و من همه نکاتی که فکر می‌کردم میتونه براتون مفید باشه رو بهتون توی این ویدیو گفتم. امیدوارم که ویدیو رو خیلی دوست داشته باشین و لایک و سابسکرایب هم مثل همیشه یادتون نره. بای بای.